مخصوص یک بیماری روغن بخوری محال اون بیماری درمان نشه. گرید 3 کبدی باشی، پروستات بدخیم سرطانی باشی، حالا روغن‌های دیگه که میریم هر کدوم روغن یک مخصوص یک روغنی، محال تو یک روغن 120 روز بخوری اون عضوی که در بدنت مریض بوده خوب نشه. محاله. چرا؟ چون خاصیت اصلی روغن رو داره. تو اگه چیزی اصل رو پیدا کردی اون به درد میخوره. بعد میگه من آوردم برای پدرم، شروع کرد به استفاده کرد بعد از دوره درمانش که حالا ته 120 روزه میشه یا حالا 60 80 120 روز استفاده کرد رفت پیش دکترش، گفته تو پروستاتت مثل یک پروستات یک فرد جوانه، اصلا هیچ مشکل پروستاتی دیگه نداری، تو چی خوردی؟ میگه من همینو، میگه تو پلاستیک کرده بود گفته من از این دخترم با این مارک برام آورده و تونستم با این بخورم و درمان بشم. خب بچه از این که ما میگیم روغن کدو تهیه کن برای خودت مثلا برای این بیماری خوبه، این نیست که آقا مثلا بگیم بیا از من بخر. نه، من میخوام نمایندگی این روغن رو به تک تکتون بدین. شما از من نمیخواد بخرید، شما از نماینده ها نمیخواد بخرید، تو میتونی نمایندگیش رو گوشید ثبت نام انجام بدی و مستقیم برای خونه خودت برای درمان خانوادت